این الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. در مسئله اینکه اگر در طعام یک نفر یا اینکه در چای یک نفر که چای می نوشید در اون پشه بزند، اون چای را باید بریزد یا اینکه بنوشد. در این باره فقها میفرمایند که این از جانب نبی صلی الله علیه و آله امرش دیگه هست که فمقلوه ثم انقلوه، یعنی که اونها یک بار غوطه بزنونید، بعد از آن اون گرفته بپرتوید و بخید. مثلا این امری هست است که کنندش مثلا خوب می شود که همین کار رو بکند. مثلا اگر که ننوشدم اما یک نفر در چای اون بگیم در طعام او مثلا که پشه میزند یا اینکه یک چیز دیگه میافتد، مثل اگر بیا که مثلا چیزهای میده شپرک باشه، دیگه چیزها باشد، اگر اون اصلا نه غوطه میزند مثلا سینی داخل تیره نمیکند و میگه همون چای میریزد، چی این هم هیچ باکی ندارد. اما اگر که طعام زیاد باشه که چای اسراف میشه، دیگه باشه یک جایی هست که مثلا چی باشد، او خوبترش هم یک بار وقتی پشه میزند یک بار دیگه داخلتر غوطه میزند او را و گرفته میپرتو و چای مینوشد. امروز علمای طب درک کردن که در حقیقت پشه در یک قنات اون زهرهاش هست، زهر دارد. در یک قنات دیگر اون بگیم که همون دوای همون هست، داروی همون تبلیت که همون است. وقتی که اون میزنه به قنات همون زهرش بسیار وزوین میشه، به همون طرف فقط میزد از غالبا. وقتی که اون پشه را یک بار غوطه میزنوند، اون طرف بگیم داروی او بگیم تبلیت که اون در طرف دیگر است، در همون بگیم که قطعی زهرش ایش بهش بگیم توغری میشود، یعنی که دیگه زهری او به انسان انشان تاثیر نمیرسوند. این علمای طبان بعضیش فهمیدن و بعضیش الان شاید خبر ندارن، اما این در حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله 1441 سال پیش خبر کردگی بدن. و دیگر که هست اون چیز اگر آب طهارت باشد، چای باشد، دیگر چیزها باشد، اونها نجاست نمیشوند. دلیلش همین هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله چیزی خورده که خون روان که نداشته باشه اون نجاست حکم نکردن. این روایت از حضرت ابو هریره گفته آوردگی هست و بخاری هم روایت کردگی هستند این رحمه الله. گفتن رسول الله صلی الله علیه و آله اذا وقع الذباب فی شراب احدکم فلیغمسوه، گفتگی با این روایت قطعا اومدگی است، اون غوطه بزنونن ثم لینزعوه، بازو چکند بکشد بگیرد اون، چون که میگه فإن فی احد جناحیه، در یک زمان جناح پرهای همون دا هست و فی الاخر شفاء، و در دیگرش که هست شفا هست. روایت بخاری. اما در کتاب اصول با هم به همین معنای هم بگیم آوردگی هستند. خلاصه گپ که این مسئله همین است، یعنی که آب چای نجاست نمی شود و اگر یک نفر همین حدیث قطعی عمل کرد الحمد خوب می شود، عمل نکرد اگر اون گناهگار نمیشه، چون که این از روی استحباب و از روی احتیاط هست. اما یک نفر که خوردن طبیعتش نمیکشد یگام ضرری ندارد. والله اعلم و علم. مسئله دیوم، بعضی مسئله هایی که مثلا که مشکل میشه هستن در بین مردم، دستاشون تازه هست، مثلا نجاست نیست و شوشتگی هستن. وقتی که دستی همون شوشتگی همونها ناگهان در درونی ظرفی بگیم آب داشتگی میرسد، از جمله دیگ دمس آب گرم میکند، یکم قربایی باشد، یکم ستیل باشد که دستی همونها در درون آبی که ناگهان میرسد، میگه اون آب بینماز شید، اون آب پورا میریزند یا که آب دیگه استفاده نمیکنن. اگر دست انسان تازه باشد نجاست نباشد آب بینماز نمیشه، به دست اون رسیدن نجاست نمی شود. اون آب هم نوشیدنش جایز است و هم طهارت کردنش هم جایز است، یگام ضرری ندارد. والله اعلم و علم. مسئله دیگه که پرسیدن، سوم مسئله میفرمایند که سنت هایی که مثلا که میخونیم اینها وقتی معین دارن یا نه. از جمله سنتی بامداد باشد، اگر ابو حنیفه رحمه الله میگه با همراهی فرضش اگر که درک نکرد انسان دیگر اون از دست میدهد، چون که از وقت دارد، سنت هم وقت دارد، فرض هم وقت دارد. از وقتش که برآمد فرض قضاش واجب میشد، اما سنت واجب نمیشد دیگه قضاشو داشتن. سنت پیش ای پیشین و بعد پیشین وقتاشون معین هست. پیش ای پیشین که درک نکرد بعد پیشین بگذارد، چه باید بگذارد، وقت دارد. اما دیگر که ترتیبش گم میشود دیگر ثوابش خیلی کم میشود، چه فقها میفرمایند. اما یک فرض بگذارد، مثلا پیشین قضا کرد دیگه وقتی عصر درآمد عصر خواند الکی گذاشت عصر، دیگر سنت ها از دست میروند دیگر. همچنین و بعضی روایت هایی که امام طحاوی رحمه الله در مال آثار آوردگی هست که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سنت پیشین شون درک نکرده بودن، بعد عصر خوانده بودن.
دیگر روایت میره که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله بعدی از همین کرده بعدی عصر نماز خواندن من کردن و در زمان خلافت حضرت عمر رضی الله عنه در اون زمان بگیم حضرت عبدالله بن مسعود و حضرت عبدالله بن عمر و دیگر صحابه مجتهدین همش در اونجا موجود بودن. نبی حضرت عمر کدام نفری که بعد عصر نماز میخوان رو بدعت کار گفته، حتی بگیم زدگی هم هستن. و این روایت ها را میره طحاوی رحمه الله میگوید که نبی صلی الله علیه و آله یک بار خوانده بودن اما دیگر که من کردن و دیگر خواندگی نیستن و همون خاطر سنت هم وقت دارد و از وقتش گذران دیگر سنت از دست می رود و تاریک سنت می شود. اگر که بی پروایی کرده باشه، امروز بعضی برادران میگن سنت ترک هم میکرده سه هیچ باکی ندارد، این گپ دروغ هست. بعد ترک کردن سنت تاریک سنت می شود و تاریک سنت کشید اونها که می تاریک سنتی را که گرفت اون نفر دیگه شفاعت نبی صلی الله علیه و آله به اون نصیب نمی گردد. سنت ها معنی ندارد که سنت به معنی که ترک کرده شود، سنت به معنی دارد که باید عمل کرده شود. اما ناگهانی یکی از روی ناعلاجی از روی عذرها ترک شید گناهگار نمی شود. اما این معنی دارد سنت که سنت باید ترک کنی، بی پروایی کنی، سنت به دست این یگان باکی نداشته است گفته، این گپ ها نیستند. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.